اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و هیئت حج عمره عربستان برای حج و عمره سال 1444 هجری قمری قرارداد منعقد گردید. پس از تلاش‌های سفارت افغانستان در اسلام آباد 294 تن از زندانیان افغان از زندان کراچی پاکستان آزاد شدند. در مرز مشترک افغانستان و ازبکستان بازار برای خرید و فروش محصولات دو کشور ایجاد شده است. معاون اداری ریاست الوزراء با هیئت علمای مصر، سودان، لیبیا و فلسطین ملاقات نمود. ریاست عمومی حقوق از وزارت عدلیه بستر محکمه ملحق گردید. برای 291 خانواده نیازمند عودت کننده در مربوطات ولسوالی دره بومی ولایت بادغیس مساعدت‌های غذایی از سوی اداره یونیسف به همکاری و هماهنگی ریاست احیا و انکشاف دهات آن ولایت توزیع گردید. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید در ثبات اقتصادی کشور گام‌های استوار برداشته است که در نتیجه آن میزان صادرات در 9 ماه سال 1401 هجری شمسی به 1424 میلیون دلار رسیده است که نشان دهنده پیشرفت بزرگ در این راستا میباشد. در ماه قوس سال 1401 هجری شمسی طبق گزارش آمریت‌های بندری اداره ملی استاندارد مجموعاً 3503 تانکر با وزن مجموعی 138484.93 تن نفت LPG و مشتقات آن از طریق بنادر وارد شده است و از سوی اداره ملی استاندارد تثبیت کیفیت گردیده. به اساس فرمان عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله شورای علمای ولایت کابل ایجاد گردید. نیروهای مجاهد ریاست استخبارات ننگرهار بر اساس یک سلسله گزارش‌های کشفی یک گروه 7 نفره سارقین مسلح را در ولسوالی بهسود آن ولایت دستگیر نمودند که با استفاده از نام مجاهدین در یک خانه مصروف سرقت بودند.